از یه رو به 7 صبح می اومدیم. نظافت چی بود؟ دستشویی تمیز میکرد. فروشنده بودیم، تیزن مغازه بودیم، بار خالی کن هم بودیم. به قرآن مثلا صندوقدار نبودیم. 5-6 شغل انجام میدادیم ولی غرور برمون نمیداشت. باید کار یاد میگرفتیم. الان من خدا شاهد قدم که برمیدارم یک سمتی میخوام برم کناری رو نگاه میکنم پام بهش نخوره که ناراحت نشه. سرمو میندازم پایین میرم که اون طرف ناراحت نشه. به هیچ کی اصلا جرئت نمیکنم طوری کنم. چرا؟ چون که آدمایی تو زندگیم دیدم همشون رو نزدیکم دیدم چه اتفاقاتی براشون افتاد به خاطر غرور زیاد. خب به چه روزی افتادن؟ برای همین دوست ندارم مثل اونا بشم. راهش رو یاد گرفتم، راه درست یاد گرفتم. غرورم گذاشتم پایین کف پاهم. غرورم کف پاهم. نمیذارم هیچ کسی ناراحت بشه. میگه هر کس که غرور در سرش میبینی به خاک سیاه کمترش میبینی. امروز اگر خار ندیدی او را، من مرده تو زنده، آخرش میبینی.